اینجا دانشکده اسلامی تاجیکستان است، یگانه مؤسسه تعلیمی دینی در کشور. در اینجا 830 دانشجو در بخش روزانه و غایبانه تحصیل می کنند. از این تعداد تنها 12 نفر دختران می باشند. بینای نوی دانشکده روز 21 اوگوست گشوده شد. بنا با سنگ‌های آرایشی که از ایران آورده شدند زیب داده شده است. تالارهای اساسی با خطاطی آیات‌های قرآن، نقش‌های شرقی و ملی آرا یافتند. السلام علیکم. در اینجا اختصاص‌های زبان عربی، تاریخ و دینشناسی، فقه، آموزش قرآن، آثار خطی و انفرماتیک آموزانیده می شود. دو لکسی است، یک درس عملی. یک درس عملی سوال و جواب می شود. همون درس‌های لکسیونی در درس عملی با اشتراک بیواسطه دانشجویان، اشتراک فعالانه و عملی گردانده می شود. و البته بعضی درس‌هایی که مثل وابسته به فقه است یا که وابسته به عقیده است، وابسته به تفسیر است، همه اینها مثل دیگر فن‌هایی که دنیوی که در دیگر دانشجویان این عملی کرده میشه. دانشجویان کتاب‌های درسی را از کتابخانه دانشکده دسترس می‌کنند یا از بیرون می‌خرند، ولی به گفته مسئولین ادبیات دینی را به دانشجویان تنها دانشکده دسترس می‌کند. اکثریت کتاب‌های درسی را ما همه ساله در اساس درخواست معلمان فنی، در اساس درخواست کافدرهایی که در دانشکده فعالیت میکنند، در اساس درخواست همینا ما خریداری میکنیم. کتاب‌هایی که از تشخیص گذشته شده است، ما در اساس همین کتاب‌ها تعلیم دینی رو به راه مانده ایم. هرچند دانشکده برای 2,500 دانشجو جای دارد، ولی نقشه قبول امساله آن 227 نفر بود. امسال به دانشکده مذکور یگان دختر داخل نشدند. سبب داخل نشدن دختران معلوم نیست. رهبریت دانشکده سر و صداها در خصوص محدود کردن تحصیل دختران را رد کرده میگویند خود دخترها به این دانشکده کم توجه دارند. دو اختصاصی که وابسته به سمت دین است، این ما متخصصان را درباره اتحادیه برای کار کردن در اتحادیه دینی تیار میکنیم، یعنی که میتوانند که در اینجا همچون امام خطیبان شوند و شاید نآمدن دختران از اون حالت باشد که بغیر از اختصاصهای دینی که در اینجا ما قید کردیم، ترجمان زبان عربی یا که تاریخ و دینشناسی یا که لینگویست میتوانند که در دلخواه مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری رفته در اونجا تحصیل کنند. عادتاً پس از ختم این دانشکده پسران مقام روحانی رسمی را میگیرند و اکثرا همچون امام خطیب مساجد کار میکنند. اینچنین ختم کرده های این دانشکده در بخش های تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، اتحادیه های دینی و مکتب های میانه فعالیت میکنند. علاقه سال سیوم است که برای برطرف کردن نارسایی آموزگاران رفته در شهر نایه ها اونا درس میتین در مکتب ها. امروز اما در اکثریت مسجد ها امام خطیبایی که هستند ختم کنندگان قبلی دانشکده ما می باشند. در اینجا 112 نفر کار میکنند که 35 تنی آنها زنان هستند. معلمه های ما اصلا از فن تاریخ، زبان عربی، اطلاعات، فنهای اطلاعاتی، فنهای طبیعی درس میگویند. در دانشکده آثارخانه نیز موجود است که تاریخ اسلام در سرزمین تاجیکان را معرفی میکند. در آن نسخه های نادر قرآن کریم، کتاب های تاریخی، آثار دانشمندان تاجیک، نسخه های دستنویس ها، لوحه های خطاطی و اشیاء دیگر تاریخی به نمایش گذاشته شده‌اند. داخل آثارخانه را جوان دختران معمار از خوجند آرا دادند. دانشکده اسلامی تاجیکستان سال 1997 تأسیس شده است. تا سال 2007 همچون مؤسسه مستقل فعالیت میکرد و بعداً به اختیار وزارت معارف گذشت و مقام دولتی گرفت. شهناز علیزاده، نازنین اسمت شاه، آسیا پلوس.